در تلفن خود ما صدها معلومات و عکس و نوارهای خود را نگاه می‌داریم. شاید برای زودتر دسترس کردن معلومات نگاه داشتن آن در تلفن قلای باشد، اما در برابر این خطر نیز دارد. در این نوار آید به طرز درست و به خطر استفاده بردن تلفن و حفظ معلومات داخل آن چند توصیه را پیشنهاد می‌کنیم. چگونه تلفن را درست رمز گذاریم؟ اکثریت ترتیب رمز گذاشتن تلفن را می‌دانند، ولی شاید ندانند که کدام رمزها باوری نکنند. عادتاً ما رمزهای گرافیکی، رقمی، مدنی، ایز انگشت، شناخت چهره یا صدایی را در تلفن خود می‌گذاریم. اما همه این رمزها تلفن ما را به خطر نگاه داشتن نمی‌توانند. متخصصان بیشتر استفاده رمزهای گرافیکی، رقمی و مدنی را توصیه می‌دهند، چون که این رمزها را شما در ذهنتان نگاه می‌دارید و تنها خود شما آن را گشوده می‌توانید. معلوم است که کسی رمزها را از ذهن شما دزدیدن نمی‌تواند. کدام رمزها آسیب‌پذیرترند؟ نام نسب، سنه تولد، رقم تلفن، رقم ماشین و پست الکترونی را همچون رمز در تلفن و شبکه‌های اجتماعی خود استفاده نبرید. کدام معلومات را در تلفن خود جایگیر کنید و کدامش را نه. در خاطر نگاه دارید همه گونه معلومات و عکس و نواری را که یک بار در تلفن جای میکنید، حتی بعد از پاک کردنشان آنها را دیگر باره برقرار کردن امکان دارد. در تلفن‌های آیفون معلومات در آیکلاود و در اندروید باشد در گوگل فوتو یا گوگل دیسک ثبت می شود. برای بخطری معلومات در تلفن چی باید کرد؟ یکم، عکس و نوارهای محرمانه خود و عائلتان را در تلفن نگاه ندارید. دوم، در صفحه قیدها رمز تلفن و صفحه های خود را در شبکه‌های اجتماعی ننویسید. اگر کسی تلفن را گشاید رمزها را به مشکلی گرفتن می‌تواند. سوم، معلومات بانکی و عکس و رمز کارت بانکی را نیز در تلفن نگاه ندارید. چهارم، حجت‌های مهم کاری و یا شخصی را نیز در تلفن نگاه داشتن چندان درست نیست. چطور شبکه‌های اجتماعی را از شکستن محافظت کنیم؟ دزدیدن صفحه‌های شما در شبکه‌های اجتماعی نسبت به دزدیدن تلفنتان آسان‌تر است اگر شما قاعده‌های درست محافظت آنها را رعایت نکنید. چی باید کرد؟ پیش از همه صفحه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی رمزهای باوری نگذارید. یک رمز را در چند صفحه استفاده نبرید. اگر رمز را پیدا کنند یک بار چند صفحه شما را شکستن امکان دارد. در همه شبکه‌های اجتماعی رمز دو قبطه موجود است که برای بخطری صفحه استفاده می شود. شما نیز این رمز دو قبطه را فعال سازید. اگر کسی کوشش وارد شدن به صفحه شما را کند، شبکه در حال به شما پیام می‌فرستد و شما عملیات را قطع می‌کنید. شبکه‌های خود را به هر گونه سامانه و برنامه‌ها پیوست نکنید. آنها می‌توانند به رمز صفحه دسترسی پیدا کرده به آن وارد شوند. چگونه فهمیم که صفحه ما را دیگر کس استفاده می‌برد یا نه؟ شبکه‌های اجتماعی همه دستگاه‌هایی را که به آنها پیوست می‌شوند در خود ثبت می‌کنند. در همه مسنجرها و شبکه‌های اجتماعی فونکسیون‌های مخصوص به نام دستگاه‌ها یا درآمد به صفحه موجود است. در اینجا شما می‌توانید سنجید که کدام نوع دستگاه و از کدام مکان به صفحه شما پیوسته است و می‌توانید دسترسی آن را قطع کنید. بلاگر مبارز هدف که برای استفاده درست تکنولوژی معاصر مشورت می‌دهد بابت حفظ رمز و معلومات در تلفن چنین می‌گوید: البته ما نمیخواهیم که این داخل تلفن ما به دست دیگران غلط. باز هست راههایی که ما میتونیم که یعنی تلفن خود رو کمی هم باشد حمایت کنیم. یکم، البته وقتی ما تلفن میگیریم باید به تلفن پارول مونیم. البته پارول های مشکل مونید. دوم باشد به این چیز بسیاری ها اهمیت نمیتن. ما باید سیم کارت خود رو پین کد مونیم. وقتی ما سیم کارت میگیریم طریق سیم کارت یک انمی 451 که هستی در اونجا پین پوک همین نوشتگی است. ما اون رو میپرتیم سیم کارت رو میمونیم. این برای چی در کار است؟ چون وقتی شما رفتید تلفن رو گم کردید، شخصی که مییابد میتواند که طریق سیم کارت شما با سایت شما راه یابد. باز یک چیز دیگر هست که سینخرونیزاسیا در تلفن هست. اگر شما نمیخواهید که رسمای شما اتوماتیکی در سایت گوگل فوتو در همه چیز رود، همین فونکسی سینخرونیزاسیا رو حتما خاموش کرده مونید. اگر همین چیز در تلفن شما گران باشد، شما هر کانتاکت، هر یک رسمایی که میگیرید اتوماتیکی به همون اکانت شما ساخرین میشن. اگر رفت آینده همین اکانت شما به دست یگون کس دیگر غلط، همه چیزهای شما رو میتونید که از همونجا رسم یعنی ویدیوی شما رو گرفتنش امکانیت دارد. باوری داریم که این معلومات برایتان مفید بود.
наворро ба наздиконатон фиристед то онҳо низ телефон ва маълумоту саҳифаҳои худро ҳифз карда тавонанд. Агар дигар роҳҳои ҳифзро медонед, дар шарҳ нависед. Лайк гузоштану обуна шуданро фаромӯш накунед. Та нашри дигар, хайр.